دوستان گرامی، فعالیت ما هنوز در شهر جیده در این بازی‌های لیگ چمپیون‌های برتر آسیا ادامه دارد و امروز یک فرصت استراحت هم هست که ما به لب بحر سرخ اومدیم و اینجا نوشته شده است جیده. درباره جیده یا خود جده من با شما گفتم، در این باره سخن نمیگم، اما مقصد آمدن ما همین بود که اینجا موضع سیاحی کرنیش است و اینجا همه سیاحان وقتی که میآیند البته از اینجا دیدن میکنن از بحر. ولی تا حال اینجا هرچند حرارت در شهر 34 تا 40 درجه است، اینجا حرارت معتدل است، تقریبا 18-20 درجه شاید باشد. شمالک فورمی خنک بحر به ما میرسد. من درباره اینجا به شما حالا میگم که با من باشید. بسیار جای خوب است این کرنیش، جای سیاحان است. اینجا بحر سرخ در روبروی ما جایگیر شده است، اما ببینیم که اینجا عرب ها برای کیفیت زندگی خود در بری این بحر گوشه رو جدا کردند. بحر با یک بحرچه خورد یا خود حوضچه جدا کرده شده است که اینجا آبوزی کردن ممکن نیست، اما همه برای آبوزی کردن آماده شده است. بسیار تازه و آزاده. اینجا اصلا با تاریخ دیدیم مسئولان کارگرانش، یعنی اونهایی که به این باغ‌ها نگاه میکنن از کشور بنگلادش هستند. ماماراجا است. ما هنگامی که گذاشتیم از این درخت کاکوس پایین رفتیم و این لحظه میگه که همین کاکوس رو ما با شما بدیم. من گفتم که ما این شکست خورده نمیتونیم، باید تو پیش کنیم و ما دیگه ما بخوریم. هنا بيشتغل ألف سنة سنوات كتير. هنا أي سنة؟ هاي درجة درجة open neck شوية تقاولي. شو بعضو نازدی؟ من روند کشودنی کاکوس. البته در این شرایط دیگه خیلی است، دیگه خیلتر است.
محمد رجا محمد رجا مو مشكلة معك مشان هذا هدية هدية شكرا تو اصلا دوستان من برو از این استفاده بودم خودم بسیار یک کیفیت بلند هم دارد خوب یک بار می نوشم و به شما گفتنی دارم اگر اینجا باز گوشت های دمپخت مرمری می بودن باز هم بهتر می شد اما ما در نوع بحث گوشت های مرمری رو هم میخوریم چون اینجا مطعم میگن آشخانه یا که رستوران بوفیه کمتر است و ما هر جایی که ضرور میشمونیم اونجا بنشینیم و همون گوشت های دمپخت مرمری رو حتما میخوریم. Thank you very much. تشکر. اهلا بك الى تاجيكستان أما رجب. نحن من تاجيكستان، التاجيكستان الشقيقة. انت من بنغلاديش. بنغلاديش رحت الى بنغلاديش كل الناس جيدة جدا بالاحترام الكثير من شان الضيوف. شكرا لك. شكرا. خب کن نور برداری اون هم بخوره بگیر یک سیبو. این بحر سرخ است. بحر سرخی که میلیون ها نفر آرزو دارند که در ساحل های آن باشند و استراحت کنند. و ما موفق شد و تشکر به سرپرستان ما که امروز ما در شهر جده عربستان سعودی داخل جده عربستان سعودی حضور داریم. خب اینجا فیلم اینجا
ما حالا رو هم رو درون بدیم ولی در همین برابری ببینم که اینجا ماهیگیران هم هستن. سلام علیکم. کیف حالكم؟ كويس؟ موجود سمك؟ ما في؟ تحت عربي حضرتك؟ نحن من تاجكستان. اینجا سینه ماهی‌های خود را دیدم. جمعیت این حرکتشون گروهی اینجا جمع آمدن گفتم ماهیگیری ها میگن که اینجا خیلی زیاد هستی سرطبی ماهی کلام یک تو میگوید بید چی ماهی هستی؟ ماهی بدنش قبول اینجا من تو ماهیگیری دیگر را میبینم. Salam alaikum. Fish fee? No fee? What are you doing? What? No fee fish.
خب دوستان گرامی، زیر درخت کاکوس اینجا سایه خیلی خوبم هست و یک لحظه نشستم که به شما چیز دیگر بگویم. از اون جایی که اون کارگری بنگلادشی برای ما یک کاکوس داد تا اینجا هزارها درخت های همین گونه رو من دیدم، اما میوهشون نبود. به بخت ما همونجا کاکوس گرفتیم و اینجا هم سرپرست ما به بخت ما این مرمری هست با گوشت های دمپختش که اکنون ما شکم سیر میکنیم و فعالیت خود را ادامه میدیم. گوشت های دمپخت مرمری هر گونه هستند. خوب دمپخت هایی که کلاسیکی هستند، ریحان هست، باز 3-4 نامگوی دیگر هستند که شما میتوانید هنگام سفر با خود برید و از این لذت طبیعت دور نشوید، لذت وطن دور نشوید.